قسمت بعدی جیمز باندو میتونن بدم محمد صلاح بازی کنه، به جای مأمور 207 مأمور 208 هم میتونن صداش کنن. آخه تو 8 تا بازی تو ومبلی نه گل زده نه پاس گل داده تا لیورپولیا اولین جام فصل رو از دست بدن. نیمار بعد 3 سال بالاخره تونست 6 تا بازی پشت سر هم انجام بده، اما الگوش یامال تو 1 سال تونسته بالای 6 تا دوست دختر عوض کنه که این آخری میتونه براش مادری کنه. کنه تر از هویلند تو دنیا وجود نداره. منچستریا این فصل 2 تا مهاجم جذب کردن، دگمه سیک هویلند هم میخوام بزنن، اما اون نمیره و گفته میخوام رقابت کنم. لاپورتا توی حرکت فوق هوشمندانه بهترین مدافعشو داد بره النصر تا یه رقیب جدی برای فران تورز جذب کرده باشه تا دوتایی تر بزنن به موقعیت‌های بارسا. لیست نامزدای توپ طلا که اومد بازم همه رو متعجب کرد و والورده علاوه بر خشن بودن وقتش بود که صحبت نکنم درباره این فوتبال مسخره‌تون بهتره. شاشی هم تو این فوتبال. در آخر رونالدو بعد از 8 سال و چند تا بچه قد و نیم قد بالاخره گردن گرفت، اما تو هنوز فکر میکنی دم به تله ندادی. انگلیسی‌ها